سلام عرض ادب، امیدوارم خوب باشین. به یک ویدیوی دیگه در بخش الجبر خوش آمدین. در ویدیو به ادامه ویدیوی قبلی که در بخش الجبر ما شما داشتیم در مورد افاده های الجبری و پولینوم ها صحبت های داشته باشیم. یادتان باشم زمانی که یک افاده داشته باشین، مثلا فرض میکنم افاده ما نامش باشه افاده fx، داریم fx مساوی به 2x مربع مثبت 3x مثبت 5. اگر اینمی به اصطلاح بر ضمیمی افاده که نامش fx است، به جای x یک قیمت معین وضع شود، مثلا برش بگوین f2 مساوی به چی؟ ما در اینمی جا به جای x2 وضع میکنیم، نوشته میکنیم f2 نوشته میکنیم که 2 ضرب 2 مربع مثبت 3 ضرب 2 مثبت 5. میبینین جایی که x هست به جایش ما عدد چی رو وضع کردم؟ 2 رو وضع کردم. پس f2 مساوی میشه به 2 ضرب 2 مربع 4 مثبت 3 2 6 مثبت 5. پس f2 مساوی میشه به 2 4 8 6 و 5 11. پس مساوی به چند شد؟ 19 شد. یعنی قیمت f2 چند شد؟ عدد 19 حاصل شد. یعنی شما به جای x چی وضع کردین؟ عدد 2 حاصل وضع کردین. خب متوجه؟ در یک جای مثلا داریم فرض میکنیم که fx مساوی میشه به 3x مثبت 9. برای ما میگه f 1 بر 3 مساوی به چی؟ یعنی در اینجا باید به جای x ما عدد چند وضع کنیم؟ 1 بر 3. چه قسم کار میکنیم؟ نوشته میکنیم که f 1 بر 3 مساوی میشه به 3 ضرب 1 بر 3 جمع چند؟ 9. پس این 3 که 3 خلاص شد. پس f 1 بر 3 مساوی میشه به اینجا ماند 1 جمع 9. f 1 بر 3 مساوی به عدد چند شد؟ 10 شد. پس قیمت همین پولینوم ما برای عدد 1 بر 3 یا برای x 1 بر 3 چند میشم؟ 10 میشم. بریم دیگه چه میبینیم؟ مثلا فرض میکنیم یک جای میخوایم مجموعه ضرایب پولینوم را پیدا کنیم. مجموعه ضرایب حدود پولینوم. مثلا یک جای نوشته شده که fx مساوی میشه به 3x به توان 4 مثبت 2x مربع منفی 6x مثبت 12. یعنی ضرایب حدود پولینوم را وقت پیدا میکنین، یعنی 3 جمع 2 منفی 6 جمع 12. برای از اینکه ثابت بسازین که چه قسم است باید f1 وضع کنین. یعنی جای یک x است به جایش چی وضع کنین؟ 1. 3 ضرب 1 به توان 4 مثبت 2 ضرب 1 مربع منفی 6 ضرب 1 مثبت چند؟ 12. پس f1 مساوی میشه به 3 جمع 2 منفی 6 جمع 12. پس f1 مساوی میشه به 3 و 2 5 5 و 12 17. از 17 که 6 برای چند ماند؟ 11. پس مجموعه ضرایب حدود پولینوم دیگه چند است؟ عدد 11 سه کنیم. چند است؟ 3 ضریب x به توان 4 است مثبت 2 منفی 6 مثبت 12. اگر شما رو جمع کنین 3 و 2 5 5 و 12 17. از 17 که 6 برای چند میمونه؟ 11 باقی میمونه. که اینو برش میگن مجموعه ضرایب حدود پولینوم. که وقتی که میخواین مجموعه ضرایب حدود پولینوم رو پیدا کنین به جای x یا به جای اون متحول که است شما چند وضع میکنین؟ 1 وضع میکنین. خب بر صورت بیایم سر مسئله دیگهش. در یک جای مثلا فرض میکنیم داریم که fx مساوی میشه به 3x مربع منفی 4x مثبت 5. در اینجا بر ما میگه که شما قیمت افاده را برای چی پیدا کنین؟ برای f3 پیدا کنین. f3 مساوی به چی؟ پس چی کار میکنیم؟ نوشته میکنیم f3 مساوی میشه به 3 ضرب 3 مربع منفی 4 ضرب 3 مثبت چند؟ 5. پس f3 مساوی میشه به 3 ضرب 3 مربع 9 منفی 4 3 12 مثبت 5. پس f3 مساوی میشه به 3 9 27 منفی 12 و مثبت 5 میشه منفی 7. از 27 که 7 برای چند ماند؟ عدد 20 باقی ماند. پس قیمت افاده ما برای x مساوی به 3 چند شد؟ 20 شد. این زمانی که یک تابع بر شما یا یک افاده بر شما داده میشه که باید این عمل را بالاش اجرا کنید. ببینید در افاده های الجبری و در پولینوم ها میتونه عملیه های متفاوت وجود داشته باشه. یعنی ما میخوایم در این قسمت عملیات بالای افاده های الجبری را بخوانیم. افاده های الجبری که در اینجا عملیه جمع وجود داره، عملیه تفریق وجود داره،
عملیه ضرب است و عملیه تقسیمشان است که هر کدامش جدا جدا ما شما کوشش میکنیم که یاد بگیریم. مثلا یک افاده داریم، افاده A مثلا میشه به 3x به توان 4 مثبت 2x مثبت 19 و افاده B است مثلا میشه به 2x به توان 4 منفی 3x مربع منفی 21. میگه A جمع B مساوی به چی؟ A جمع B مساوی به چی؟ یعنی افاده A و B رو با هم دیگه باید چی کنیم؟ جمع کنیم. اول من افاده A را ترتیب و تنظیم میکنم. نوشته میکنم 3x به توان 4 توان 3 اینجا وجود نداره. چی نوشته کنم؟ 0x مکعب. یادتون است درس اول الجبری که گفتیم مثبت 0x مربع. چرا توان x 2 نیست؟ بعد از این 2x هست و عدد ثابت هم وجود داره. افاده A چی شد؟ ترتیب شد، ترتیب نزولی. افاده B رو ترتیب میکنیم. 2x به توان چند؟ 4 مثبت 0x مکعب منفی 3x مربع مثبت 0x چرا توان x به توان 1 وجود داره منفی 21. این حال زمانی که میخوایم نوشته کنیم که A جمع B مساوی میشه به 3 و 2 5x به توان 4 مثبت 0x مکعب منفی 3x مربع مثبت 2x منفی 2 منفی 21 و مثبت 19 میشه منفی 2. پس A جمع B اگر نوشتهش کنیم 5x به توان 4 این صفر که دیگه خب معنی نداره. صرف به خاطر ترتیب ما این کارا میکردیم. منفی 3x مربع مثبت 2x منفی عدد 2. یعنی حاصل جمع A و چی است؟ B است. یعنی چی کار کردین؟ اول افاده ها رو ترتیب کردین، بعد از حدود مشابه با هم دیگه چی کردین؟ جمع و تفریق کردین. حدود مشابه حدود است که توان‌های یکسان داشته باشند، یعنی متحولشان توان یکسان داشته باشد. اینجا مثلا 19x به توان 0 است، 21x به توان 0 است، x به توان 0 چند میشه؟ 1 میشه. پس به این شکل شما صرف ضرایب حدود با هم دیگه جمع چی میکنین؟ تفریق میکنین. مثلا ببینین اگه این مثلا تفریق باشه، جمعش خود دیدین بسیار ساده بود که ترتیب کردین، بعد از او حدود مشابه با هم دیگه چی کردین؟ جمع کردین. مثلا یک جای یک افاده است، افاده P مثلا میشه به چی است؟ 3x مربع منفی 3x مربع منفی 2x مثبت 12 و افاده Q است مثلا میشه به 2x مربع منفی 4x منفی 16. برای ما چی میگم؟ میگه افاده A را از B منفی کنین. اینجا افاده P و Q است، پس من نوشته کنم افاده P و Q را. نوشته کنم که P منفی Q مساوی به چی؟ وقتی که P منفی Q را میخوایم پیدا کنیم، افاده P چی است؟ 3x مربع منفی 2x مثبت 12 و افاده Q است مساوی میشه به 2x مربع منفی 4x منفی 16. وقتی میخوایم که P منفی Q داشته باشیم، به اینجا علامه های Q منفی میشه، تغییر میکنه. منفی ضرب منفی مثبت، منفی ضرب منفی مثبت. علامه های چرا P منفی Q است، باید علائم یعنی علائم ضرایب حدود افاده Q که است با عدد منفی چی شود یا با علامه منفی چی شود؟ ضرب شود. پس 3 منفی 2 میشه 1 دانه x مربع. منفی 2 مثبت 4 میشه مثبت 2x و مثبت 12 و مثبت 16 میشه مثبت 28. پس این قیمت P منفی Q است. یک چند مثال از این جمع تفریق کار میکنیم میبینیم. مثلا فرض میکنیم در یک جای نوشته شده که افاده A است، پس این میشه به 3x به توان 4 منفی 2x مثبت 16 و افاده B است 3x مکعب منفی 2x مربع مثبت 11. برای من چی میگم؟ میگه 2a منفی 3b مساوی به چی؟ 2a منفی 3b. اول باید من a را ترتیب کنم. من افاده a را ترتیب میکنم، نوشته میکنم چند است؟ 3x به توان 4 باز توان 3 نداره، نوشته میکنم مثبت 0x مکعب توان 2 نداره مثبت 0x مربع توان x به توان 1 است، بله منفی 2x مثبت 16. این را ترتیب کردم. افاده B را هم ترتیب میکنم، نوشته میکنم 0x به توان 4 مثبت 3x مکعب، چون توان 4 بود افاده دیگه به خاطر که بالای هم دیگه قرار بیده توان 4 را شروع کردم. منفی 2x مربع مثبت 0x چون توان x به توان 1 اینجا نیست مثبت چند؟ 11. این حالا ببینیم افاده A با چند باید ضرب شود؟ 2 ضرب A شود و B ضرب چند شود؟ 3 شود. 3 ضرب B شود. نوشته میکنم A 2A مساوی به 2 3 6x به توان 4 2 0 0x مکعب 2 0 0x مربع. ببینیم این 2 را با ضرب ضرب میکنه. منفی 2 2
4x مثبت 2 16 32. این عدد 2 با تمام ضرایب حدود چی شد؟ ضرب شد. حالا در اینجا چی رو نشون میکنم؟ 3b که b با 3 ضرب شد. 3 ضرب 0 0x به توان 4. 3 3 9x مکعب منفی 3 2 6x مربع مثبت 3 ضرب 0 0x مثبت 3 11 33. خنده بیادر خود گفته بود که 2 منفی 3 بی میتونست جمع باشه، پس علائم بی باید چی کنه؟ تغییر کنه. منفی منفی مثبت منفی منفی. خب در اینجا 2 منفی 3 بی را باید نتیجه شما پیدا کنیم. 6x به توان 4 0 منفی 9 منفی 9x به توان چند؟ 3 مثبت 6x مربع. خب 4 منفی 4 منفی 0 منفی 4x مثبت 32 منفی 33 میشه منفی 1. پس اینجا افاده را که ما نیاز داشتیم 2a منفی 3b را تانستیم چی کنیم؟ پیدا کنیم. یک مثال دیگه میبینیم از جمعش. مثلا در یک جای داریم که افاده a است، مثلا 3x مکعب منفی 2x منفی 11 یا مثبت 11 و افاده b است 2x مکعب منفی 3x مربع منفی 25. در اینجا میگه که 4a جمع 3b مسئله چه؟ یعنی 4 چند افاده جمع 3 چند افاده b. نشته میکنم که a اول ترتیبش میکنم. 3x مکعب مثبت 0x مربع منفی 2x مثبت 11 و افاده b را هم ترتیب میکنم. نشته میکنم که 2x مکعب منفی 3x مربع مثبت 0x منفی 25. ببین خنده بیادر خود افاده a با چند ضرب شده باشه؟ باید با 4 و افاده b با چند ضرب شده باشه؟ با 3. پس ضرب میکنم 4 3. خب 4a مثلا میشه با 4 3 12x مکعب مثبت 4 0 0x مربع منفی 4 2 8x مثبت 4 11 44 و افاده b را ضرب 3 میکنم 3b مثلا میشه با 3 2 6x مکعب منفی 3 3 9x مربع مثبت 3 0 0x منفی 3 25 75. این حالا یاره چی میکنم؟ نشته میکنم که 4a جمع 3b. قسمه که در سوال گفته بود 4a جمع 3b مثلا میشه با 12 و 6 18x مکعب 0 منفی 9 منفی 9x مربع منفی 8 و مثبت 0 منفی 8x 44 منفی 75 از 5 که 4 بره 1 و از 7 که 4 بره 3. پس این قیمت چی شد؟ 4a جمع 3b شد. یعنی پروسه چی بود؟ جمع بود. میایم سر مسئله دیگه که پروسه ضرب است. ضرب افاده های الجبری. شما دیدید ما جمعش هم کار کردیم، تفریقش هم کار کردیم. مسئله ضرب چه قسم است؟ در مسئله ضرب یادتان باشه که قوانین توان را باید شما مد نظر بگیرین. توان را مد نظر بگیرین، نظر به قوانین توان که در بخش حساب ما شما خواندیم میتونین پروسه ضرب را اجرا کنین. حالا در اینجا مهم است که مونوم با مونوم ضرب میشه، عدد با مونوم ضرب میشه، عدد با پولینوم ضرب میشه، مونوم با پولینوم ضرب میشه و یا پولینوم با پولینوم ضرب میشه. ببینید این شیوه های بسیار ساده. مثلا مونوم با مونوم در یک جای داریم که 3x مربع y ضرب 2xy مکعب. دو تا مونوم است، یک مونوم دیگه مونوم با هم دیگه چی شدن؟ ضرب شدن. اصل ضربشون رو ببینیم 3 2 6 x مربع ضرب x توان ها چی میشن؟ جمع میشن. قاعده ها یکسان است. x به توان چند؟ 3. y ضرب y مکعب y به توان 1 ضرب y به توان 3 میشه y به توان چند؟ 4. پس حاصل ضرب دو مونوم هم پس یک چی شد؟ یک مونوم شد. مثال سکنیم یک جای یک عدد رسته، مثلا 3 ضرب 2x مربع y راستن 3 ضرب 2 میشه 3 2 6x مربع y ضرب عدد با یک چی است؟ یک مونوم است. اگه یک عدد با یک پولینوم ضرب میشه، مثلا یک جای دارین 5 ضرب 2x مربع منفی 5x مثبت 4. میبینین که اینجا 5 با یک پولینوم چی شده؟ با یک ترینوم چی شده؟ ضرب شده. دیگه چی کار میکنم؟ اینی 5 اول ضرب 2 5 2 10x مربع مثل که پیشتر در عملیه جمع و تفریق هم دیدیم. منفی 5 5 25x 5 ضرب 4 5 4 20. تا این قسمت دیدین که مثلا مونوم با مونوم ضرب شود یا یک عدد با مونوم ضرب شود یا یک عدد با یک پولینوم ضرب شود. حالا می‌بینیم که یک مونوم با پولینوم اگر ضرب شود یا یک پولینوم با پولینوم ضرب شود چه قسم میشه. مثلا در یک جای داریم یک مونوم، مثلا داریم که 3x مربع y ضرب یک مونوم با یک پولینوم میخواد چی شود؟ ضرب شود. ضرب 3x مربع y منفی 3xy مربع منفی یا مثبت 9x مکعب y به توان چند؟ 4. یک مونوم است با
یک افاده سه حده یا ترینوم است چی شده؟ ضرب شده. یعنی یک مونوم اینجا با یک مونوم دیگه، با یک مونوم دیگه و با یک مونوم دیگه، یعنی با سه مونوم در حقیقت چی شده؟ ضرب شده. پس ببین اول با حد اول ضرب میشه. 3 9 x به توان 2 x به توان 2 x به توان 4 y به توان 1 ضرب y به توان 1 y به توان 2. میریم در حد دومش. منفی 3 9 x y است نه؟ اینجا x توانش 2 x توانش چند است؟ 1 1 و 2 3 توان ها در ضرب چی میشد؟ جمع میشد. توان y 1 است، توان y 2 1 و 2 3 مثبت. اینجا میریم سر با حد سومش. 3 9 27 x و y است. x توانش 2 2 و 3 5 و 1 و 4 5. پس به این شکل اینمی مونوم با تمام از اونها چی شد؟ ضرب شد. میریم یک مثال دیگه. مثلا سکرین این مثال است 5 a مربع b ضرب 25 ab مربع منفی 15 ab مکعب مثبت 4 a مکعب b. دیگه سکرین اول 5 با 25 ضرب میشه. 5 ضرب 25 125. a توانش 2 a توانش 1 توانش چند شود؟ توانها جمع میشن نظر به قانون طاقت. b توانش 1 b توانش 2 مجموعاً توانشان چند شد؟ 3 منفی 5 ضرب 15 میشه 75. a توانش 2 1 3 b 1 و اینجا توانش 3 1 و 3 4 توانها را جمع میکنه مثبت 5 ضرب اینجا ضربزی شد دیدید. این حالا ضرب حد آخرش 5 4 20. a توانش 2 اونجا توانش 3 3 و 2 5 b توانش 1 b توانش 1 1 و 1 چند؟ 2. اینم دیدین. میام سر یک مثال دیگه. در این قسمت های که مثال هایی که براتون میخواستین دوباره ببینین میتونین ویدیو رو استارت کنین یا دوباره به اصطلاح ویدیو رو برگشت بدین به گذشته بیارینش دوباره ببینین براتون راحت تر میشه. میتونین شما مثال ها رو تعقیب کرده بتونین. خب به هر صورت میام سر یک مثال دیگه. مثلا در یک جای داریم 3 a به توان m جمع 2 ضرب 4 a به توان 2m منفی 3 منفی 3a به توان 5m جمع 16. سکو در اینجا یک مونوم است با یک بینوم چی شده؟ ضرب شده. وقتی میخوایم ضرب کنیم اول 3 4 12 a به توان m جمع 2 مثبت 2m منفی 3 توان ها چی میشن؟ جمع میشن نظر به قانون طاقت. منفی اینجا 3 9 اینجا a توانش چی است؟ m جمع 2 مثبت 5m مثبت 16 توان ها باید چی شوند؟ با هم دیگه جمع شوند. پس اینجا میشه 12 a به توان m جمع 2m 3m. یعنی حدود مشابه با هم میتونه جمع شود. مثبت 2 منفی 3 میشه منفی 1 منفی 9 a به توان m جمع 5m 6m مثبت 2 مثبت 16 میشه مثبت چند؟ 18. پس به این شکل شما دیدین که ما میتونیم یک مونوم را با یک بینوم یا یک پولینوم چی کنیم؟ ضرب کنیم. خب اگر مثلا داشته باشیم یک افاده که در اوجه یک پولینوم با یک پولینوم ضرب شده باشه، مثلا یک بینوم با یک بینوم ضرب شده باشه a جمع b ضرب چی شده باشه؟ a منفی b. دو تا بینوم است، یکی و دو تا با هم دیگه چی شدن؟ ضرب شدن. من میخوایم اینا رو ضرب کنم. اول a ضرب a میشه a مربع مثبت ضرب منفی منفی a ضرب b a b. دیدین حد اول با هر دو حد از دیگه چی شد؟ ضرب شد. بازو حد دوم از این میبینیم. حد دوم از این ببینیم که اینجا b است. b ضرب a مثبت ab b ضرب b مثبت ضرب منفی منفی b ضرب b b مربع. اینجا منفی ab و مثبت ab همراه که دیگه چی میشه؟ تکمیل میشه یا خلاص میشن. a مربع منفی b مربع. نتیجه شد. این باز پسند مطابقت ها میخوانیم که یک مطابقت داشته باشه. a مربع منفی b مربع با دو قوس a مثبت b و a منفی b چی میشن؟ تجزیه میشن. ببینیم یک مثال دیگه از بینوم ها. مثلا در یک جای داریم که a به توان 3 منفی b به توان 4 ضرب a به توان 4 منفی b به توان 3. دیگه دو دانه حد است میخوایم با هم دیگه چی کنیم؟ ضرب کنیم. برای ضرب کردن از چی کار میکنیم؟ اول یعنی حد اول با هر دو حد از او باید چی شود؟ ضرب شود. a مکعب ضرب a به توان 4 میشه a به توان 7 منفی a مکعب b مکعب. خلاص شد. حد اول با هر دو حد از او ضرب شد. حالا حد دوم با هر دو حد باید چی شود؟ ضرب شود. منفی a به توان 4 b به توان 4 منفی ضرب منفی چی میشه؟ مثبت b به توان چند؟ 7. پس شما میتونید نشته کنید که a به توان 7 منفی a مکعب b مکعب منفی a به توان 4 b به توان 4 مثبت b به توان چی؟ 7. از یک حاصل ضرب یک
2 حده شما یک چی به دست آوردین؟ یک 4 حده به دست آوردین. ولی پیشتر دیدین از ضرب 2 تا 2 حده شما چی به دست آوردین؟ یک 2 حده جدید به دست آوردین. یعنی میتونه تفاوت داشته باشه. مثلا در یک جای داریم که A جمع B ضرب A مربع منفی B مثبت B مربع. سکویجی یک بینوم است، اوج یک ترینوم. یک 2 حده با یک 3 حده چی شده؟ ضرب شده. میخوایم میره با هم دیگه چی کنیم؟ ضرب کنیم. اول حد اول با هر 3 حد پولینوم دومی چی شود؟ ضرب شود. اول A ضرب A مربع میشه A مکعب منفی A ضرب A مربع و چون B داره بیش خودش A ضرب مثبت AB مربع. بعد از او اینی حد دومش با تمام از او حدود باید چی شود؟ ضرب شود. مثبت A مربع B منفی A ضرب B و AB چی میشه؟ دیگه A خودش B ضرب B مربع مثبت ضرب مثبت B ضرب B مربع B مکعب. دیدین حد اول با هر 3 حد دوم ضرب شد و حد دوم با هر 3 از او چی شد؟ ضرب شد. این حال دیگه میبینیم A مکعب داریم منفی A مربع B و منفی مثبت A مربع B. اینو چی هستن؟ حدود مشابه هستن. A مربع B A مربع B. علامه از مثبت علامه از منفی با هم دیگه چی میشن؟ اختصار میشن. اینجا AB مربع و اینجا AB مربع داریم. با تفاوت چی؟ علامه از مثبت است علامه از منفی. پس اینا با هم دیگه چی میشن؟ خلاص میشن. پس A مکعب مثبت B مکعب باقی ماند. دیدین اینجا یک دونه بینوم با یک ترینوم ضرب شد اما نتیجهش یک چی شد؟ یک بینوم شد. یک مثال دیگه میبینیم. مثلا فرض میکنیم یک جای داریم که x مربع منفی 4 ضرب x مربع منفی 3x مثبت 16. میخوایم یارو چی کنیم؟ ضرب کنیم. سکو قندی به در خود. اول اینمی حد اول باید با هر 3 حد چی شود؟ ضرب شود. بعد حد دوم با هر 3 حد چی شود؟ ضرب شود. به ترتیب اول x مربع ضرب x مربع میشه x به توان 4 منفی 3x توان از 2 توان از 1 3x مکعب مثبت 16x مربع. یعنی حد اول با هر 3 حد ضرب شد. حالا حد دوم را ببینیم. منفی 4x مربع منفی ضرب منفی مثبت 4 3 12x منفی ضرب مثبت منفی 4 16 64. حالا ببینیم قسمت هایی که حدود مشابه است. x به توان 4 دیگه نداریم منفی 3x مکعب دیگه نداریم اما اینجا داریم 16x مربع و 4x مربع. یکیش مثبت است دیگهش منفی است. از 16 که 4 بره میمونه 12 دانه چی؟ x مربع مثبت 12x منفی 64. اینجا دیدیم که یک بینوم با یک ترینوم چی شده بود؟ ضرب شده بود. ببین اگر دو تا ترینوم باشه مثلا یک جای ضرب شوند دو تا ترینوم داشته باشیم مثلا داشته باشیم x جمع 2 جمع y مربع ضرب x منفی 2 منفی y مربع. سکو 3 حد است. باید چی کنیم؟ هر کدامش رو جدا جدا ضرب کنیم. اول حد اول با هر 3 ضرب شود با حد اولش با حد دومش و با حد سومش ضرب شود. چه قسم؟ x ضرب x میشه x مربع منفی 2x منفی xy مربع. دیدین حد اول ضرب شد. میریم سر حد دوم. حد دوم باید با هر 3 چی شود؟ ضرب شود. با هر 3 ضرب شود. 2 ضرب x مثبت 2x مثبت 2 ضرب منفی 2 منفی 4 مثبت 2 ضرب منفی y منفی 2y مربع. و بالاخره چی؟ حد سومش. حد سومش که چی است؟ y مربع. باید با این جمع ضرب شود با این هم ضرب شود و با این هم چی شود؟ ضرب شود. پس y که x که ضرب شود مثبت x y مربع منفی 2 y مربع و y مربع y مربع که ضرب شود منفی y به طاقت چند؟ 4. پس که ما دیگه داریم x مربع دیگه ببینیم اینجا منفی 2x و مثبت 2x با هم دیگه چی میشن؟ خلاص میشن. چون یکش مثبت است دیگه چی؟ منفی. اینجا منفی x y مربع و اینجا مثبت x y مربع با هم دیگه چی میشن؟ خلاص میشن. چرا علامه هایشون چی است؟ متفاوت است. دیگه داریم منفی 4 منفی 4 خودش نشون میکنه به خاطر دیگه عدد ثابت نداریم. منفی 4 شد. منفی 2y مربع و منفی 2y مربع علامه هر دوش میبینین منفی است. منفی 2 و منفی 2 میشه منفی 4y مربع و در آخر چی مان؟ منفی y به توان 4. پس این اصل ضرب دو دانه چی بود؟ ترینوم بود که ترینوم ها با هم ضرب شد. پس شما فهمیدین که اگر یک دو تا مونوم با هم ضرب شود یا یک عدد با مونوم ضرب شود و یا ای که یک مونوم با پولینوم ضرب شود یا ای که یک پولینوم با پولینوم ضرب شود، با کدام مکانیزم شما میتونید از پروسه ضرب از اینا چی کنین؟ استفاده کنین. مثلا یک جای یک افاده داریم، افاده A است. افاده A است مثلا 2x مربع منفی 4x مثبت 2 و افاده B است 3x مربع منفی 6x مثبت 9. دیگه بعد ما چی میگه؟ میگه 2a
ضرب 1/3b. یعنی افاده a را باید ضرب 2 کنم و افاده b را ضرب 1/3 کنم 3 کنم. اینجا 2a، اینجا چی؟ 1/3 ضرب b. اول 2a مثلا میشه با 2 4x مربع منفی 2 4 8x مثبت 2 4. این 2 شد. 1/3 b را میبینم مثلا میشه با 1/3 ضرب 3 تنها ماند x مربع. 1/3 ضرب 6 منفی 2x مثبت 1/3 ضرب 9 ماند چند؟ 3. شما دیدین که من 1/3 را ضرب چی کردم؟ 3x مربع کردم. منفی 1/3 را ضرب 6x کردم و به می شکل 1/3 را ضرب چند کردم؟ ضرب 9. اینجا 3 کد 3 خلاص شد. تنها چی موند؟ x مربع. اینجا 1 3 3 2 3 6 چند موند؟ 2x و اینجا 1 3 3 3 3 9 چند موند؟ عدد 3. پس حالا وقتی که میخوایم این دو تا را با هم دیگه ضرب کنیم، افاده a و b را با هم دیگه ضرب کنیم یا 2 را ضرب 1/3 b کنیم، نشته میکنیم که 4x مربع منفی 8x مثبت 4 ضرب افاده دیگه از x مربع منفی 2x مثبت 3. این افاده ها را میخوایم با هم دیگه چی کنیم؟ ضرب کنیم. خب برای ضرب ازی مثل پیشتر اول باید این حد اول با هر سه از او حد به شکل جداگانه چی شوم؟ ضرب شوم. خب 4 ضرب 4 ضرب 1 4 x مربع ضرب x مربع x به توان 4 منفی 4 2 8x مکعب مثبت 4 3 12x مربع. بعد از او حد دومش میبینیم که به این شکل با هر سه ازی چی شوه؟ ضرب شوه. منفی 8x به توان 3 منفی ضرب منفی مثبت 8 و 16x مربع منفی ضرب مثبت منفی 8 3 24x. میم سر حد سومش که حد سومش چی است؟ 4 ضرب x مربع شوه ضرب 2x شوه و ضرب 3 شوه. 4 ضرب x مربع مثبت 4x مربع 4 ضرب منفی 2x منفی 8x و به می شکل 4 ضرب 3 4 3 12. اینا رو میبینیم حدودی که مشابه داریم در این قسمت که حدود مشابه چی است؟ حدود مشابه را با هم دیگه جمع و تفریق میکنیم. نتیجه حاصل ضرب چی است؟ 2a و 1/3b. میبینیم نتیجهش چی میشه؟ 4x به توان 4. ما دیگه 4x به توان 4 نداریم، خودشان نشته میکنیم. 4x به توان 4. 8x به توان 3 اینجا داریم. منفی 8x به توان 3 و منفی 8x به توان 3 میشه منفی 16x به توان 3. بعد از اینجا 12x مربع داریم. اینجا داریم 16x مربع، اینجا هم داریم 4x مربع. سکنین 16x مربع و 4x مربع میشه 20x مربع. از 20x مربع کردوش خب 16 و 4 20 20 و 12 میشه 32x مربع. تمامش علائمش چی بود؟ مثبت بود. ببینید 12x مربع و 16x مربع هر دوش که جمع کنیم میشه 28x مربع. 28x مربع و 4x مربع میشه 32x مربع. باز ببینیم که دیگه کدام توان را داریم. اینجا داریم منفی 24x و منفی 8x هر دوش منفی است. منفی 24 و منفی 8 میشه منفی 32x و آخرین عدد که باقی ماند یک عدد ثابت باقی ماند به نام چی؟ 12 مثبت چند؟ 12. پس این نتیجه 2a ضرب 1/3 چی بود؟ b بود. مسئله دیگه که است در افاده های الجبری عملی تقسیم است. اول تقسیم مونوم بر عدد، تقسیم مونوم بر مونوم، تقسیم پولینوم بر مونوم و بالاخره تقسیم پولینوم بر پولینوم که این گپا رو ما دیگه باید مد نظر بگیریم. اول تقسیم مونوم بر عدد. تقسیم مونوم بر عدد مثلا یک جای داریم که 25 x مربع y مثلا میگه تقسیم چند؟ 5. تقسیم چند؟ 5. پس داشتم میکنیم 25 x مربع y تقسیم چی؟ 5. 1 5 5 5 5 25 5 x مربع y. این تقسیم چی بود؟ مونوم بر عدد. میشه تقسیم یک پولینوم بر عدد باشه. اینجا مونوم بر عدد بود. اینجا یک چی است؟ یک پولینوم بر عدد. پولینوم بر عدد را میبینیم. مثلا پولینوم بر عدد بازو پولینوم بر مونوم. مثلا یک پولینوم بر عدد را میبینیم. مثلا یک جای داریم 20 x مربع y منفی 16 xy مربع مثبت 8. تقسیم چند میگه؟ تقسیم مثلا 4. وقتی تقسیم 4 میشه ما چی کار میکنیم؟ داشتم میکنیم که 20x مربع y تقسیم 4 منفی 16 xy مربع تقسیم 4 مثبت 8 تقسیم چی؟ 4. پس اگر 1 4 4 5 4 20. پس چی شد؟ 5 x مربع y. دیگه 1 4 4 4 4 16 منفی 4 xy
مربع و 1 4 4 2 4 8 مثبت عدد چند؟ مثبت عدد 2. پس این تقسیم یک پولینوم را بر چی نشان میده؟ بر یک عدد نشان میده. به این شکل مثلا فرض میکنیم یک جای یک افاده داریم، مثلا نشته کرده که یک افاده است، افاده A مثلا میشه به 32x مربع y منفی 16xy مربع مثبت 25. مثبت 20 چند؟ 5. میگه 1 بر 4a مثلا به چی؟ سکه ضرب است ولی در حقیقت با یک مخرج ضرب شده، یعنی عدد مخرجدار که 1 بر 4 است، یعنی معکوس ضربی عدد 4 است، یعنی تقسیم 4 میشه. پس چی نوشته کنم که 1 بر 4a مثلا میشه به چی؟ 32x مربع y بر 4 منفی 16xy مربع بر 4 مثبت 25 بر 4. ببینیم در اینجا 1 4 4 8 4 32. پس 1 بر 4a مثل به حواله شد 8x مربع y. اینجا 1 4 4 4 4 16 منفی 4 xy مربع مثبت 25 بر 4. بخاطر از اینکه من نمیتونستم 25 تقسیم 4 به شکل کامل یا عدد تام بکنم، به شکل اشاری ببرم، به شکل نشته کردم 25 بر چند؟ بر 4. این پروسه هنوزم به نام چی میشه؟ تقسیم یک پولینوم بر چی؟ بر یک عدد ثابت. بدون سکین اگر یک مونوم بر مونوم تقسیم میشه، مثلا یک جای شما دارین 25x به توان 10 y به توان 16 تقسیم 5x به توان 9 y به توان 7. چی کار میکنین؟ نشته میکنین 25 x به توان 10 y به توان 16 تقسیم 5 x به توان 9 y به توان 3. ببینیم اگه اختصار کرده بتونیم 1 5 5 5 5 25 مثلا شد به چند؟ 5. x به توان 10 x به توان 9 توان ها چی میشه؟ در عملیه تقسیم تفریق میشد. x به توان از 10 که 9 بره چند؟ 1. y به توان 16 منفی 3 میشه چند؟ 13. پس جواب شد 5x y به توان چند؟ 5x y به توان 13. این تقسیم چی بود؟ مونوم بر مونوم بود که در اینجا مونومو مثلا ضریب تقسیم ضریب میشه و حدود مشابه بر هم دیگه چی میشن؟ تقسیم میشن. یعنی اونمو حدود مشابه هم نه، بلکه یعنی افاده های یا متحول هایی که با هم یکسان هستند، مثلا x با x y با y با هم دیگه چی میشن؟ تقسیم میشن. به هر صورت میریم سر یک مثال دیگه. مثلا یک جای داریم که 25 x مربع y منفی 16 xy مربع تقسیم مثلا نشته میکنیم که 5 xy تقسیم 5 xy. سه که اینجا یک بینوم است، تقسیم چی شده؟ مونوم شده. پس نشته میکنیم که 25 x مربع y تقسیم 5 xy منفی 16 xy مربع تقسیم 5 xy. میبینیم تا جایی که اختصار امکان داره اختصار میکنیم. 1 5 5 5 5 25 5. اینجا x به توان 2 x به توان 1. اینجا توانش چند شد؟ 1. این y به توان 1 y به توان 1 چی خلاص شد؟ پس چی ماند؟ 5x منفی اینجا 16 بر 5 تقسیم نمیشه دیگه، اختصار کردن نتونستم. x کات x چی خلاص؟ y به توان 2 y به توان چند است؟ 1. از 2 که 1 بره y به توان چند ماند؟ 1. پس نشته میکنیم 5x منفی 16 بر 5 y. خواستین 16 تقسیم 5 کنین، عددی که ما برای 3.2 او رو میتونین شما چی کنین؟ نشته کنین که 5x منفی 3.2 کار خود شماست. اما پس چی به شکل 3.2 نشتهش کنین و چی به شکل 16 بر 5 نشته کنین، عین گپ است. به هر صورت به شما دیدین تقسیم یک پولینوم بر مونوم. یک مثال دیگر هم میبینیم. مثلا در یک جای آمده که فرض میکنم که نشته کرده که یک افاده است که 3a مربع b منفی 9ab مکعب مثبت 12ab تقسیم 3ab. چی کار کنم؟ باید نشته کنم 3a مربع b تقسیم 3ab منفی 9ab مکعب تقسیم 3ab مثبت 12ab تقسیم 3ab. خب یادر میبینیم ادامه شه. این 3 که 3 خلاص a مربع تقسیم a میشه a به توان 1. این b که b مربع چی خلاص منفی 1 3 3 3 3 9 a که a خلاص b مکعب توان 3 توانش 1 است، توانش چی میشه؟ 2 میشه. از 3 که 2 بره توانش 1 مثبت 1 3 3 4 3 12 4 a که a خلاص b که b خلاص. پس نتیجه شد a منفی 3 b مربع مثبت 4. یعنی پروسه تقسیم پولینوم بر چی بود؟ بر مونوم بود. این حال مسئله تقسیم پولینوم ها بر بینوم ها است. تقسیم پولینوم ها بر چی؟ بینوم ها است. که تقسیم پولینوم ها بر بینوم ها ما شما مجبور هستیم تقسیم ترکیبی رو بخوانیم
قضیه باقی مانده را بخوانیم که بر ما خیلی چی میکنه و قضیه فاکتور را، قضیه باقی مانده، قضیه فاکتور و تقسیم ترکیبی بخوانیم بر ما بسیار کمک میکنه. ویدیوی بعدی را حتما منتظرش باشین که در قسمت تقسیم پولینوم بر چی است بینوم است و بسیار جالب هم است، براتون بسیار کمک هم میکنه و طبعا شما هر جای که الجبر خوانده باشین دیدین که این بحث پولینوم ها بحث بسیار چی است جالب است و میفهم براتون خوشایند است. به خاطر حتما ویدیوی بعدیش را تعقیب بکنین. شب و روزگار به کامتان باد.